خب دوستان، ما لایو هستیم. من یه کوچولو منتظر میمونم که اینستاگراممونم لایو بشیم. خب من اینستاگرام هم لایو شدم. سلام دوستان نازنین، امیدواریم که خوب باشید. من و مرجان جون و کتی جون امروز اومدیم با یه لایو دیگه در مورد بیزینسی که داریم فعالیت میکنیم میخواستیم صحبت کنیم و اگر سوالی باشه جواب بدیم. معمولا ما یک شنبه ها میایم در مورد اینکه سوالی اگه کسی داشته باشه ما پاسخگو هستیم. خب الان که فعلا کسی نیستش، ما در مورد یکی دو تا موضوع بودش میخواستیم صحبت کنیم. یکی این که کتی جون یا مرجان جون هر کدوم که میگین میپرسن از من که حتما از شما میپرسن از چه زمانی به درآمد میرسیم. اینو خیلی میپرسن. میخوان کتی جون توضیح بدیم؟ آره حتما. خیلی از منم خیلی از سوال میپرسن که خب دلشون میخواد احتمالاً بدونن که پتانسیل درآمدزایی چقدره و واقعا هم این سوال خیلی سوال ولیدی هستش، میدونیم، ولی جواب دادن بهش خیلی کار سختیه، برای اینکه و به خیلی چیزا بستگی داره، به اینکه شما با چه پوزیشنی شروع کرده باشی، چه استراتژی واسه شروعت داشتی، اینکه چقدر براش وقت میذاری. خب بعضیا هستن مثلا به 6 ماه میرسن به درآمد 3 رقمی، بعضیا مثلا بعد از 2 سال میرسن بهش. خیلی بستگی داره به اینکه خودمون چقدر براش وقت و انرژی بذاریم و کار کنیم. حالا یه چیزی که من فکر کنم که بین آقایون خیلی این جوک رواج هستش که میگن از آقایون درآمدشون رو نپرسید، از خانوما سنشون رو نپرسید. به نظر من توی این بیزینس هیچ کدوم از این دو سوال رو نباید پرسید، برای اینکه واقعا سن و سال اصلا توش مطرح نیستش و درآمد هم، حالا سوای این که من خودم کلا به نظرم درآمد هم جزو اون اطلاعات کاملا شخصی و خصوصی یه نفره که ما نباید انتظار داشته باشیم در مورد درآمدش صحبت بکنه. ولی خب تو این بیزینس هر کسی که دوست داشته باشه پتانسیل درآمد رو باهاش آشنا بشه، ببینه چقدر میتونه از توی این بیزینس درآمد داشته باشه، وقتی که وارد دوره آزمایشی شد، اون وقت دیگه تمام دوستان پستای مربوط به درآمدشون رو میذارن توی صفحه فیسبوکمون و اونجا دیگه همه چیز رو میبینن، چند سال کار کردن اونجا، چه درآمدی داشتن و چه تعداد زیادی تونستن که بعد از یه مدتی حالا متفاوت تونستن که از شغل در واقع روزانه‌شون استعفا بدن و فقط روی این بیزینس آنلاین کار بکنن. البته کتی جون توی همون گروه هم بازم اختیاری هستش، هر کی که دلش خواسته اومده درآمدش اعلام کرده، هر کی هم که نخواسته خب پستی نذاشته اونجا. مرجان جون نظرتو میگی؟ فکر میکنم کتی جون تمام عاملا رو توضیح داد. به نظر منم همینه، منم به دوستان همینو میگم، اول که حتما دعوتشون میکنم که بیان تو مرحله آزمایشی، به خاطر که تا زمانی که کانسپت این بیزینس رو به طور کامل متوجه نشده باشم، واقعا این عاملای مختلفی که در میزان درآمد ما تاثیر داره رو متوجه نخواهند شد. پس بنابراین اطلاعات کامل گرفتن و بر اساس اون اطلاعات فکر کردن به نظر من قدم اول هست. دومی که همونجوری که کتی جون توضیح داد، بستگی داره که خب شما بیزنستون رو با چه میزان سرمایه گذاری دارین شروع میکنین و چه مقدار دارین وقت میذارین. مثلا من خودم واقعا از همون روزهای اولم 2-3 ساعت در روز میتونستم وقت بذارم، بیشتر از اونم نمیذاشتم و نخواهم گذاشت، چون من دوستان ندارم که خیلی وقت خانواده‌ام بگیرم. ولی بعضی از دوستان هستن که این رو به صورت کار فول تایم در نظر گرفتن و 8 ساعت 10 ساعت از روزشون این وقت رو میذارن. خب به طبع اون فرد چون وقت بیشتری رو میذاره، خب زودتر به نتیجه میرسه. و مهم اینه که آدم خودش رو با خودش مقایسه کنه که اول که خب با چه سرمایه گذاری وارد شده و بعد چه مقدار داره وقت میذاره و چقدر داره پیشرفت میکنه. اون به نظر من این عاملای مهمی هست که باید در نظر بگیریم. و همونجوری که بازم کتی جون گفت، فیسبوک خصوصی ما در واقع تانلی هست که نورایی که آخرش هست بلوپرینت های افرادی رو به ما داره نشون میده و ما میدونیم که وقتی که همون تو دوره آزمایشی میان و بیزنس پلن رو نگاه میکنن، ما بعد از مدتی بستگی داره که چقدر وقت بذاریم و چه جوری این بیزنس رو جلو ببریم، به یه مرحله میرسیم که مرحله بازنشستگی میگن. این بازنشستگی به این معنی نیست که از
بیزینس برین کنار. یعنی اینکه یک میزان درآمد ثابتی با $5,000 شروع میشه که این در واقع همه میگن خب مثل این کسی هست که بازنشسته شده و من تا حالا پلنی بازنشستگی توی قسمت‌های کورپوراتور که من کار میکنم ندیدم که با 5,000 تا شروع بشه، یعنی اصلا وجود نداره و این رو شما میتونید استفاده کنید به صورت درآمد ثابت به ما هر ماه داده میشه و خب خیلی آدم در واقع خیال جمع میتونه هم بیزنسش رو دنبال کنه، حالا هم پلن بریزه که میخواد با کار کورپوراتور خودش ادامه بده یا نه. و خب بالاخره همه اینا نتیجه اینه که تشریف بیارین توی دوره آزمایشی و انشالله بتونیم با هم کمک کنیم که شما این کانسپت اصلی این بیزنس رو متوجه بشین. کاملا درسته. بعد مرجان جون اولین قسمتی هم که برای دوره بازنشستگی هستش 5,000 تا، اون مرحله اولش هستش، باز مراحل دیگه داره که درآمدهای بالاتر هستش. علاوه بر بازنشستگی پاداشا و اون پاداشای هر 4 ماه یه بار و هر 6 ماه یه بار پاداشایی هم که پرداخت میشه تو این بیزینس مدل واقعا بی‌نظیره. یعنی من هیچ وقت ندیده بودم که وقتی که شما به یه مرحله‌ای برسی، حتی به اون مرحله حقوق بازنشستگی هم نه، از یه مرحله‌ای به بعد پاداشای 3 ماهه، پاداشای هر 4 ماه یه بار یه سری پاداش داره و هر سالی یک بار پاداشای آموزشی داره. یعنی شما وقتی که تیم دارید تیمتون رو میچرخونید، الاونسای ادویکیشنی هم داره برای هر سال فکر میکنم. یه مورد دیگه هم که من میخواستم اضافه کنم اینه که همونجور که ما توضیح دادیم این بیزینس، اون بیزینس کمپانی مادر یه کمپانی های تک هست. در میزان سرمایه‌گذاری و کامیشنی که ما میگیریم در واقع خیلی بالاتر از در مقایسه با بیزینس های آنلاین موجود هست. یعنی اینکه شما از یعنی با یه مقدار حالا کاری که انجام میدین مثلا به صورت سنت و دلار و $1 $2 نیست، یعنی واقعا از 350 340 یک آپشنش هست، همینجور شروع میشه و بعضی موقع با یه مثلا کانترکت که بسته میشه ممکنه شما به مرحله $5,000 رو یک جا دریافت کنین و بعد میگم که بستگی داره که چجوری شما وارد بیزنس شدین، در چه مرحله از بیزنس هستین، میزان درآمد فرق میکنه، اونم باید در نظر بگیریم. خیلی عالی. دوستان اگر سوالی دارین میتونید بپرسید، ما اینجا هستیم که سوالای شما رو جواب بدیم اگر توی لایو هستین، کسانی که توی لایو هستن. مرسی از اون کسایی که دارن ما رو نگاه میکنن توی اینستاگرام یا توی فیسبوک. آره اگر کسی سوال داره خوشحال میشیم سوالمون رو بذارید، حتی اگر مربوط به درآمد هم نمیشه، مربوط به چیزای دیگه میشه، برامون کامنت بذارید یا پیام دایرکت بذارید، ما حتما جواب میدیم. سوال دیگه ای داریم ناهید جان؟ سوالی هم هستش که خیلی میپرسن اینو که حتما ما باید لایو بذاریم، حتما ما باید جلوی دوربین باشیم، اینم خیلی میپرسن که کتی جون خب درسته که بالاخره این یه بیزینس هستش، ما باید خودمون رو معرفی کنیم به مردم، ولی هر کسی برند خودشو داره. خیلی شاید اصلا خیلی من و همسرم توی این بیزینس هستیم، خب من بیشتر جلوی دوربین هستم تا همسرم به خاطر اینکه اون خیلی دوست نداره و کسایی هم که وارد این بیزینس میخوان بشن خب خیلی افراد هستن که اصلا توی این بیزینس سیاسی هستن یا اصلا به هر دلیلی دوست ندارن که جلوی دوربین باشن. به خاطر همین خیلی راههای دیگه وجود داره که بتونن استفاده کنن و برند خودشون رو داشته باشن که بخوان تبلیغ کنن، یا از پلتفرمایی که میتونن استفاده کنن، ابزارهایی میتونن استفاده کنن. الان خیلی هوش مصنوعی خیلی کاربرد داره واسه این مسئله که ما ازش میتونیم استفاده کنیم و تولید محتوا کنیم بدون اینکه بخوام چهره خودمون باشه. حالا مضافه بر این من خودم اینو میدونم و خودم به این اعتقاد دارم که هر کسی که خودش رو نشون بده خب دقیقاً طرف مقابل خیلی بیشتر تراست میکنه، ولی با این حال بازم خیلی ابزارهای دیگه هستش که آدم میتونه استفاده کنه که بخواد برند خودش رو بسازه. دقیقاً همینطوره. آره حالا الان اینی که گفتیم من یاد 1-2 تا از دوستانی افتادم که توی این بیزینس هستن، البته فارسی زبان نیستن، دوستان مسلمونمون هستن که
صورتشون رو کاملا میپوشونن، یعنی به علت خاطر حجابی که دارن نوع پوشششون جوری هستش که واقعا صورتشون پیدا نیست، ولی خب موفقم هستن، دارن کار میکنن، دارن بیزینسشون رو میگردونن. در نتیجه همش برمیگرده به این که شما برندتون چیه. اگر که برندتون یه خانم مسلمانی هستش که حجاب داره، خب با حجابت میایین و سعی میکنید که احتمالاً باید یه مقدار کریتیو باشید، شاید عکسایی که میذارید، شاید پستایی که میذارید یه جور دیگه‌ای باید که بتونه این ارتباط رو با تارگت خودتون برقرار بکنه. در نتیجه منظورم اینه که برای همه اینا راه وجود داره، یعنی الزاما در این که ما الان اینجا لایو هستیم به این معنی نیستش که اگه شما دلتون نخواد لایو برین نمیتونید این بیزنستون رو شروع کنید یا موفق بشید. کاملا درسته. اینجا از من جا مرجان چون می‌خواستی صحبت کنی. آره گفتم که من 2 مورد رو دوست دارم اینجا اد کنم. اول اینکه ما همونجوری حتما دوستانی که دارن ما رو دنبال میکنن، ما محصول خاصی رو نمیخوایم تبلیغ کنیم، ما این بیزینس مدل رو داریم تبلیغ میکنیم که چه تأثیری چه روی زندگی ما گذاشته. بر مثال واضحش من بودم خودم که هیچ نوع فیسبوک یا اینستاگرام پیجی نداشتم. آدمی بودم که حتی شوهرم وقتی می‌خواست یه عکس توی فیسبوک خودش بذاره بسیار آدم کانزرواتیو بودم که این چی هست چجوری میگه بابا برای خانواده هست و اینا، یعنی خیلی آدم سختگیری بودم توی با سوشال مدیا. ولی وقتی که خب با این بیزینس شروع کردم لازم نبود که با همون اولش به بسم الله شروع کنیم بیایم و خودمون رو نمایش بدیم توی این سوشال مدیا. واقعیتش هم اینجور نیست، ولی وقتی که شما آموزش ها رو میخونیم و به تدریج مایندتون آماده میشه، آماده برای این کار میشه. و خب مثلا من خودم هم همینجور بودم، به تدریج شروع کردم. اول پستای خیلی ساده گذاشتم، از خودم نذاشتم، ولی به تدریج به خاطر اون آموزش‌ها و گروهی که داریم، ساپورتی که داریم، به این نتیجه رسیدم که خب بد نیست. و اینم لازم است که حتما بار اول به صورت لایو گذاشته بشه، به صورت خیلی مثلا میتونید فقط یه ویدئوی کوچیکی گرفته بشه، این ویدئو انقدر میتونه آدم جابجاش کنه، چه جوری درستش کنه. اپ‌های مختلف داریم کمک میکنن که اون ویدئو رو قشنگ درست بشه و بعد دیگه آدم به یه مرحله‌ای میرسه که احساس میکنه که لازم داره که بره و بیشتر ایجاد تراست کنه. و این مرحله خب برای هر کسی فرق میکنه مدت زمانش. برای یکی خیلی سریع هست، برای یکی ممکنه طولانی باشه. و همونجوری که کتی جون توضیح داد، خیلی از دوستانم هستن به این نتیجه رسیدن که واقعا نمیخوان این کارو بکنن، یا حالا به خاطر حجاب یا به خاطر مسائل دیگه. اونا هم حالا ما داریم توضیح میدیم برند، اون کسی که اون جوری که دوست داره صفحه‌ش رو چیدمان کنه و این بیزینس رو در واقع اطلاع رسانی کنه در مورد این اپورتونتی، ما بهش میگیم برند. به خاطر همین حالا بستگی به خودتون داره. واقعیتش این نیست که حتما باید بیاین جلوی این ویدیو لایو بریم، لازم نیست. ولی همونجوری که ناهید جون گفت، خب ایجاد تراست هست که این هم خودتون به یه مرحله میرسین که احساس میکنین که دوست دارین با فالووراتون یک ارتباط بیشتر ایجاد کنین و آدم احساس میکنه واقعا یک کامیونیتی داره درست میکنه. من الان نسبت به کسی که دارم منو فالو میکنه احساس میکنم خانواده ویرچوال من هستن. احساس میکنم که دوست دارم باهاشون یه چیزایی رو در میون بذارم، شاید اصلا در ارتباط با بیزینس نباشه. یه چیزایی دوست دارم که مثلا فکر میکنم آره من دارم به خواهرم شیر میکنم، این کار رو انجام میدم. یعنی اینا همه این احساسا به تدریج صورت میگیره. خیلی جالبی گفتی. ببخشید این نکته خیلی جالبی گفتی. منم خودم خیلی آدم شایی بودم و اصلا اهل اینستاگرام که یعنی فیسبوک داشتم مدت ها سالها، ولی هیچ وقت فعال نبودم، بیشتر برای اینکه اطلاعات از سمینارها و وبینارهای مختلف رو داشته باشم توش عضو بودم. اینستاگرام هم فقط از مسافرت و اینا، دار و درخت و جاهای دیدنی همیشه عکس میذاشتم. به خاطر این بیزینس یه مقدار بیشتر فعال شدم توی سوشال میدیا. و جالبش اینه که منی که اون شکلی بودم رسیدم به چیزی که امروز هستم، که امروز بچه‌ها میدونن، ناهید جون و مرجان جون. به جایی رسیدم که امروز گفتم بچه‌ها من امروز انقدر کمرم درد میکنه که نمیتونم بیام، یعنی اصلا شرایط نشستن رو ندارم. بعد هم دوستان حالا تشویقم کردن و همین که فکر کردم که این دوستانی که الان مدت هاست که دارن صفحه منو دنبال میکنن، که ازشون واقعا تشکر میکنم برای اینکه متوجه هستم که استوریای منو دنبال میکنید، متوجه هستم که پستامو دنبال میکنید. فکر کردم که خب
برای اینکه من اومدم این بیزنس رو شروع کردم برای اینکه این اپورتونیتی رو معرفی کنم دیگه. پس امروز هم دوباره یه فرصت خوبیه برای اینکه بخوام این کار رو بکنم. کاملا درسته کتی جون. اصلا خب خیلیا بودن که اومدن اولش اصلا هیچ لایوی نذاشتن یا خودشون رو نشون ندادن، اصلا تصویرشون و چهرهشون رو، ولی بعد از یه مدت خودشون انقدر فعال شدن که نگاه میکنن من چند وقت گذشته خودشون خندش میگیره که چرا این کار رو نمیکردن. حالا دوستان یه چند تا سوال اینجا از من پرسیدن. میترا جون پرسیده که میخواستم بپرسم اگه بیزینس رو شروع کنم بعد برای مسافرت بریم ایران اونجا میتونیم ادامه بدیم؟ میخواین کتی جون شما بگین یا من خود یا مرجان جون؟ راستش این دقیقاً اتفاقی بود که برای خود من پیش اومد. من وقتی که بیزنسم رو شروع کردم 3 هفته یا 4 هفته بلافاصله بعدش مجبور شدم برم ایران و چیزی که بهمون توصیه میکنن اینه که بهتره که صفحه فیسبوک، صفحه اینستاگرام اینا رو از ایران اصلا باز نکنید. حالا این دیگه داریم ماکسیموم احتیاط رو میکنیم که حتی پستم نذاریم، ولی به خاطر اینکه وقتی از ایران دسترسی پیدا میکنیم به صفحه فیسبوکمون ممکنه که یه وقت بعداً برامون توی فیسبوک مشکل پیش بیاد، ممکنه که به خاطر تحریمایی که وجود داره ممکنه بعداً صفحمون ریستریکت بشه یا حالا هرچی، ولی این اصلا شما رو استاپ نمیکنه از اینکه بیزینستون رو شروع بکنید. شما میتونید بیزینستون رو شروع بکنید، تمام ترینینگاتون رو موقعی که مثلا ایران هستید اگر فرصتی دارید که معمولا هم پیش نمیاد، ترینینگاتون رو شروع بکنید. بعد وقتی که برگشتید که اون قسمتی که مربوط میشه به صفحه بیزینسی ساختن و کمپین‌های مختلف رو شروع کردن، اون موقع وقتی که برگشتید اونجایی که زندگی میکنید میتونید اون موقع شروع بکنید. البته من دقیقاً منظورشون رو نمیدونم چی بود، از اینکه مسافرت برن یا اینکه برگردن بخوام برن اونجا زندگی کنن. اگر منظورشون مسافرت باشه در مورد این صدق میکنه حرفای کتی جون، ولی اگر برگشتن و موندن اونجا باشه بعد بگیم متاسفانه این بیزینس از ایران و افغانستان قابل انجام نیست به خاطر تحریم ها، چون به هر حال این بیزینس اینترنشنال هستش و ما بابتش مالیات میدیم، به خاطر بانک ها اونجا تحریم هستن، ما نمیتونیم اونجا ادامه بدیم فعالیتمون رو. ولی برای مسافرت هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. برای 1 ماه نه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه میترا جان. بعد که دوباره شهلا جون پرسیده که منظورتون از برند چیه؟ اینو مرجان جون توضیح دادن در موردش، در مورد اینو وارد بیزینس که شدید یک سری ترینینگ داریم که بهتون میگن که برند یعنی چی، چجوری برندینگ انجام بدین، چجوری تارگتتون رو مشخص بکنید. در نتیجه الان نگران اون قسمت نباشید، مطمئن باشید که آموزش داریم به اندازه کافی. اگر هم دوست دارید که پیش برین جلو ببینین که برندینگ چیه، اگر که توی گوگل سرچ بکنید دیجیتال مارکتینگ برندینگ یا اینکه برندینگ فور دیجیتال مارکتینگ، اونجا بهتون کامل توضیح میده. دوباره همون شهلا جون هم مثل من تو کار بیوتی، البته هوتراپیست هستن، دوباره پرسیدن که کار بیزینس آنلاین فعال نیستم، تازه درسم تموم شده، چیکار میتونم بکنم؟ دقیقاً تو هم راستای کار همدیگه هستیم شهلا جان، هیچ مشکلی نداره. منم تو زمینه بیوتی هستم و اصلا قبل از این کار آنلاین انجام نداده بودم و در کنار این کارم شروع کردم و خیلی هم دانشجو هستن که الان تو این بیزینس فعال هستن، فعالیت میکنن. هیچ مشکلی نیست، هیچ کس اینجا از اولش پرفکت نبوده، در کنار کار اصلی خودش شروع کرده این بیزینس رو. منم یه دوست دیگه اینجا سوال کردن که شهرزاد عزیز که میزان فالوور چقدر اهمیت داره؟ اصلا از ما اینفلوئنسر نیستیم، اصلا میزان فالوور یعنی پیجامون رو برای این باز نمی‌کنیم که میزان فالوورها رو اضافه کنیم. اتفاقا یکی از دوستان دیگه هم برای من همین زده بود. ما کارمون اینه که اطلاع رسانی کنیم و آموزش ها به ما یاد میدن که ما با انجین فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب کار کنیم. یعنی ما اینجوری نیست که توی پیجامون در واقع داریم اترکت میکنیم افراد، و ما یادمون میدن چطور اد بسازیم و اد هامون رو در پشت پرده توی فیسبوک، اینستاگرام یا یوتیوب یا حالا لینکدین، تمام این 7 پلتفرمی که تا الان وجود داره رو راه اندازی کنیم و
دوستان ممکنه اد من رو مثلا الان تو استرالیا ببینن یا مثلا توی آلمان ببینن و این خوبیش همین هست که من در واقع لازم نیست که آفیس خودم رو توی کشورهای مختلف، شهرهای مختلف بزنم. از این خاصیت فیسبوک استفاده میکنیم، از این خاصیت سوشال میدیا مارکتینگ که بیاد گرفتیم استفاده میکنیم و این بیزینس رو به دوستانی که دوست دارن و ما هم تارگت میکنیم، افرادی که دوست داریم با ما کار کنن رو تارگتینگ میکنیم و اونها هم میبینن. پس بنابراین پیجایی که ما الان اینجا زدیم فقط جهتی که به قول معروف دفتر کارمون هست که هر کسی میاد از طریق ادای ما سوال داره، از طریق دایرکت مسیج به ما مسیج میده و ما یه ارتباطی با عزیزان برقرار میکنیم. حالا چون فیسبوک الگوریتم های متفاوتی داره، دوستانی که دنبال این بیزینس هستن ممکنه به صورت تصادفی پیجای ما رو ببینن، وارد بشن، ما رو فالو کنن و از طریق اطلاعاتی که ما روزانه داریم توی این صفحه ها میذاریم ممکنه که مورد علاقه شون باشه، دوباره به ما دایرکت مسیج میدن و ما راهنماییشون میکنیم که چطور وارد این بیزینس بشن. بازم از من پرسیدن که شما سوئد هستین. شاله جان من سوئد هستم، کتی جون انگلیسه و مرجان جونم فلوریداست، آمریکاست. اسممون رو نوشتیم این پایین جایی هست اسممون. و واقعا مهم نیست که منتور کجا باشه، یعنی خوبی همین بیزنس آنلاین همین هست که ما لازم نیست که حتما توی یک شهر توی یک کشور ساعت هامون به هم بخوره، اصلا لازم نیست. مهم اینه که ما همدیگر رو داریم، ساپورت هست واقعا، همین که از طرف سیستمی که ما واردش میشیم ساپورت داریم، همین که از طرف دوستانی که هستیم الان ما 3 نفر ساپورت رو میگینه. شما نگران این نباشین که حتما توی یک شهر باشین یا یک کشور. شما سوالی نداریم کتی جون، مرجان جون؟ من سوالی ندارم. نه فقط دوستان اگر سوالی دارن که ما خوشحال میشیم. خیلی هم ممنون که عزیزان که ما همراهی میکنی و سوالاتون رو پرسیدین، واقعا برای ما خیلی مهمه. دقیقاً. شهلا جان من فکر کنم که من برای شما ایمیل برای شما فرستادم، من باهاتون هماهنگ میکنم. از من پرسیدن که من باید چیکار کنم، من براتون ایمیل رو میفرستم. خب دوستان من که سوالی اینجا نمیبینم برای خودم. شما تو صفحاتون سوالی ندارین؟ نه منم سوالی نمیبینم. نمیبینیم. خب خیلی خوشحال شدیم. ما هر یک شنبه لایو داریم، البته جمعه ها هست ولی یک شنبه ها هستش که سوالا رو جواب میدیم ساعت 7 من و 6 کتی جون و 1 ظهر مرجان جون. مرسی از همگی که با ما بودین، خوشحالیم که با ما هستید. برامون کامنت بذاریم، مسیج بذاریم، در اولین فرصت براتون جوابتون رو میفرستیم. خدا نگهدارتون، شب و روزتون بخیر. روزتون بخیر. روزتون بخیر.